سلام. بیاین امروز خیلی رک و پوسکنده در مورد یه تغییر بزرگ حرف بزنیم. یه فرصت برای پول درآوردن با هوش مصنوعی که الان دیگه در دسترس همه است. تا حالا شده هر روز اخبار رو چک کنید و یهو به خودتون بیاین و ببینین دنیا داره با یه سرعت دیوانه‌وار جلو میره و شما انگار جا موندین. اگه یه همچین حسی دارین، پس این صحبت‌ها دقیقاً برای شماست. شاید دانشجو باشین، تو بهترین سالهای عمرتون، ولی ته دلتون یه نگرانی عمیقی هست. نگران این که این همه وقت و هزینه‌ای که دارین میذارین، اصلا تو دنیای 5 سال دیگه به هیچ دردی میخوره یا نه؟ یا شاید هر روز دارین دائم رزومه میفرستین، ولی انگار که اونها رو توی سیاهچاله انداختین. و جواب این هست که هیچ کس شما رو نمیبینه. واقعاً آدم رو کلافه میکنه. یا از اون بدتر، شاید شاغلین ولی از شغلتون، رئیستون، حقوقتون، از همه چیز متنفرین. خسته شدین از این که این همه جون میکنین و آخرش هیچی به هیچی. ببینین، اگه هر کدوم از این حسا رو دارین، اول بگم که تنها نیستین و دوم یه راه حل وجود داره. خب، مشکل اصلی کجاست؟ مشکل اینجاست که اون مسیر قدیمی که به نسل‌های قبل از ما یاد داده بودن، میدونین اون فرمول برو دانشگاه تا یه شغل امن پیدا کنی دیگه جواب نمیده. یه داستانی به هممون فروختن. سالهای سال برو دانشگاه، کلی هزینه کن تا شاید تو 40 سالگی به یه ثباتی برسی. این سیستم، خیلی ساده بگم، برای دنیای امروز ما ساخته نشده. حالا بیاین این دوتا راهو بذاریم کنار هم. یه نگاه بندازین. یه طرف مسیری که 4 تا 8 سال طول میکشه، کلی هزینه داره و تهش هیچ تضمینی نیست. طرف دیگه یه مسیر 4 هفته‌ای با هزینه نزدیک به 0 و نتیجهش درآمد فوری. انتخاب واقعا خیلی سخت نیست، مگه نه؟ خیلی خوب، تا اینجا از مشکل گفتیم. حالا وقتشه بریم سراغ راه حل. سراغ این فرصت واقعا تاریخی و اسمش فرصت هوش مصنوعیه. ببینین، ما دقیقاً وسط یه سونامی تکنولوژی هستیم که داره همه چیزو زیر و رو میکنه. و قسمت فوق‌العاده‌اش کجاست؟ اینجاست که برخلاف انقلاب‌های قبلی، این دفعه برای سوار شدن به این قطار سریع و سیر لازم نیست مدرک خفن داشته باشین یا کلی پول و دانش. الان برای همه در دسترسه. برای همه. خب، حالا این چه ربطی به ما داره؟ اول از همه باید بزرگترین تصور غلطی که در مورد هوش مصنوعی وجود داره رو بشکنیم تا ببینیم این مسیر چقدر راحت و در دسترسه. نکته کلیدی دقیقاً همینه. اون تصویر کلیشه‌ای از یه مهندس نابغه که توی اتاق تاریک داره کد میزنه رو کلاً فراموش کنین. اون کار مال 1% خاصه. پول اصلی، پول واقعی برای من و شما توی استفاده هوشمندانه از ابزارهاییه که اون 1% ساختن. بزنین یه مثال بزنم که موضوع کامل جا بیفته. به موتور ماشین فکر کنین. ساختن یه موتور ماشین یه کار فوق‌العاده پیچیده و تخصصیه، درسته؟ اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که شما برای رانندگی با اون ماشین لازم نیست سر از کار موتور در بیارین. هوش مصنوعی دقیقاً همینه. یه سری ابزارهای خیلی قدرتمند ساخته شده، وظیفه ما فقط اینه که یاد بگیریم چطور ازشون استفاده کنیم. ما راننده ایم، نه مکانیک. پس چه مهارت‌هایی رو میشه سریع یاد گرفت و پول درآورد؟ مثلا مهندسی پرامپت. یعنی چی؟ یعنی هنر درست سوال پرسیدن از هوش مصنوعی یا تولید محتوای سریع. فکرشو بکنید، 30 تا مقاله تو یه روز، نه یه ماه. یا کارهای فریلنسری مثل ساختن لوگو، ادیت عکس، ساختن ویدیو. کارهایی که هوش مصنوعی تو چند دقیقه براتون انجام میده. اینا مهارت‌هاییه که بازار امروز تشنه‌شونه. خیلی خب، حالا که فرصت رو شناختیم، بریم سراغ قسمت عملی ماجرا. چطور باید شروع کنیم و مهمتر از اون، چطور به این بهونه‌های ذهنیمون غلبه کنیم؟ میدونم اولین صدایی که تو سرتون میپیچه همینه، ولی من که آدم فنی نیستم. من از تکنولوژی میترسم. این کارا مال من نیست. جواب خیلی ساده است. یادتون نره، شما قرار بود راننده باشین، نه مکانیک.
باور کنین استفاده از این ابزارها به سادگی کار کردن با یه اپلیکیشن رو گوشیتونه. اگه میتونین یه پیامک بفرستین، پس میتونین از هوش مصنوعی هم استفاده کنین. به همین راحتی. اینم یه بهونه رایجی دیگه. ولی بهترین ابزارها یا فیلترن یا پولین یا پرداخت بین المللی میخوان. خب آره، شاید دسترسی به یکی دوتا ابزار خاص سخت باشه، ولی آیا این کل داستانه؟ این یه وسواسه. میدونین؟ دست از سر اون یه در قفل بردارین و به صدها در باز رو نگاه کنین. صدها ابزار رایگان و قدرتمند همین الان در دسترس شماست. مشکل دسترسی نیست، مشکل شروع نکردنه. دیگه دیر نشده؟ همه که الان متخصص شدن، من جا موندم. این واقعاً خنده‌دارترین بهونه است. باور کنین ما تو ثانیه‌های اولیه این انقلاب 100 ساله هستیم. اگه شما همین امشب شروع کنین، همین امشب از 90% مردم جلوترین. قول میدم. خب دیگه تئوری بسه. بیاین یه نقشه 24 ساعته بچینیم. 1. هدف واقعیتون رو مشخص کنیم. هدف چی؟ پول درآوردن، سریع. این یه هدف مقدسه، خجالت نداره. 2. مسیر هوشمند رو انتخاب کنیم. یعنی چی؟ یعنی تمرکز کنین روی یادگیری فقط یه مهارت کوچیک با استفاده از فقط یه ابزار. و 3 که از همه مهمتره، همین الان شروع کنین. همین الان که این صحبت تموم شد تو گوگل سرچ کنین آموزش رایگان فلان چیز و اولین ویدیو رو ببینین. همین. خب دیگه داریم به آخر این ویدیو میرسیم. ببینید این یه موجه و موج منتظر هیچ کس نمیمونه. یا یاد میگیرین چطور روش سوار بشین یا فقط کنار وای میسین و نگاه میکنین که چطور شما رو عقب میندازه. و در نهایت فقط یه سوال باقی میمونه. یه سفره خیلی بزرگ پهن شده برای همه. ابزارها هست، دانش رایگانه، فرصت برای همه. سوال این نیست که چی قراره ساخته بشه. سوال اصلی اینه، شما قراره چقدر از این سفره برای خودتون بردارین. دیگه وقتشه. شروع کنید. در آخر اگه دوست داشتین در کنار هم به درآمد برسیم، آموزش بعدی رو از دست نده. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی مواظب خودتون باشید.